سلام و درود دوستان عزیز، تماشابینان عزیز و ارجمند. برنامه‌های تلویزیونی ترین برنامه‌های ادامه دارد و برنامه سلام نوروز است. امروز حالا این فرصت در صحبت ما یکی از چهره‌های شناخته صنعت تئاتر و کینو فرهاد غفورپور با ما هستند و ما پیرامون فیلم نوی خانه که در شبکه‌های اجتماعی آوازش خیلی بلند است و در بارش در کامنت ها همیشه میپرسند که این سلسله فیلم کی به افیر میبراید، این سلسله فیلم کی به شبکه‌های اجتماعی یعنی به یوتیوب گذاشته می شود. امروز ما درباره همین مسئله و دیگر موضوعهای جالب که علاقه‌مند با بهار و نوروز است با شما صحبت میکنیم. فرهاد جان، شما رو خوش آمدید میگیم به استودیو و نخست با شما سپاس میگیم که پیشنهاد ما رو رد نکردید، وقت پیدا کردید و برای ما چند لحظه وقت نمودید. تشکر حسین جان، رحمت به شما و رحمت به اهل تیم شما که در همیشه روزهای بسیار نغز برای مردم ما، برای همه جشن میسازید و اینقدر کار میکنید برای آنکه ما خرسند باشیم. رحمت به شما، به همتان و تشکر و سلام به همه تماشاچی ها که حالا با ما هستند. وقتشون جدا کردن که با ما وقت برای ما وقت جدا کردن. تشکر به همشون. نوروز شما مبارک باشد. تشکر. دوستان عزیز، تماشابینان ارجمند، ما یک اعلان رو باید بگوییم، یعنی تحفه های ما تمام شد و از شما معذرت میپرسیم. ما باید بگوییم که دو روز، یعنی از دیروز ساعت 9 آغازن تا به امروز تا ساعت 3 ما برای تماشابینان تحفه پیشنهاد میکردیم، برایشان تحفه دادیم. کودکان برای ما شعر میخوندن، در آزمون اشتراک کردند و صاحب تحفه های خیلی زیاد شدند. درباره تحفه گفتید، میخوام یک چیز قید کنم. من امروز من و اهل تیم کینوخانه امروز باید تحفه کلان می آمدیم به استودیوی شما. ما چندین ماه پیش قرار کرده بودیم که روز نوروز به تنین بیاییم و به تمام مخلصان سینما و به تمام مخلصان تنین فیلم خانه تحفه کنیم، پریمیرش اعلان کنیم و خوب نتونستیم، این کار نشد. اما من فکر میکنم حالی یگان فاجعه بزرگ نیست. روزهای نزدیک قرار است که این کار به انجام رسد و به همین نزدیکه ها ما با همین خوش خبر به اینجا باز برمیگردیم. دوستان عزیز، فرهاد جان، پیرامون چرا شد، چرا نشد، چرا نتوانستیم و کی این فیلم به شبکه اجتماعی به یوتیوب گذاشته می شود ما مفصل صحبت میکنیم. حالا اینجا دوستان عزیز یک نوار است، یک تیزری همین فیلم هست، مرحمت تماشا میکنیم و همگی پس از چند ثانیه، همگی پس از یک دقیقه برمیگردیم. با ما باشید. Yanga gezir. Dast foy dedem kodam etme. Problemi خودم است. خودم باید حل کنم. میشود. اگر خواهید میشود. این خانه پسری خورده. هر تما را بتکش. التماس. یک هفته وقتی. نمیتونم، من دپار شدگی. 2 روز. اینجا من خودم بازار خونجی داشتم. طورس جمعه. این افسانته رفته به دختر چهارت نقل میکنی. همین جمعه. مثلا من راضی، گرد نیست. دوستان عزیز، برنامه سلام نوروز ادامه دارد و چون که در آغاز گفتیم ما با کارگردان و هنرمند سینما و تئاتر فرهاد غفورپور صحبت میکنیم. بیهوده کارگردان نگفتم، یعنی ما امروز حالا درباره فیلم گپ میزنیم، درباره فیلم صحبت میکنیم که شما کارگردانی همین فیلم رو بر عهده داشتید و خیلی محنت هم با یک تیم بزرگ کردید. چرا خانه؟ چرا خانه؟ میلیون سبب داریم که نام فیلم خانه شود و من حاضر تلاش میکنم سپایلر نکنم، یعنی چیزهایی رو نگویم که بعدا باید تماشا بینا ببینند و خودشون به خلاصه بیان. و همین قدر میگویم که خانه
یکی از موضوعهای اساسی همین مسئله هایی که در فیلم بررسی میشن در سریال، یعنی کوتاه گویم برادرها برای تقسیم میراث، برای تقسیم خانه بحث میکنن و در این میان باز یک گله دیگر مسئله ها، مناسبت ها و دیگر موضوع هایی که به همین حیات اجتماعی ما، به حیات اجتماعی مردمی ما علاقمند دارد تحلیل میشوند، بررسی میشوند. یعنی به واسطه فیلم به خانه تعلق دارد، به یک خانواده، به یک خانه تعلق دارد که اونجا چی بحثی هست، چی معمایی هست و این شاید علاقمندی داشته باشد به ملک، یا اینکه شاید علاقمندی داشته باشد به یک خانواده، به یک اویله‌ای که اونجا چند نفر زندگی میکنند. یعنی عموما به یک خانواده، به یک خانه تعلق. بله، ما تلاش کردیم یک فیلم بسیار ساده نسازیم، یک چیزی نباشد که دو کاره دو چهار جواب داشته باشد. ما همراهی تیم بسیار تلاش کردیم. یعنی باید گویم که اینجا بسیار بچه هایی که تجربه کلان دارند در و مینیموم 15 سال 20 سال عمر خودشون به همین ساحه بخشیدن و با همین کار هر روز مشغولند، کار کردند و ما تلاش کردیم یک فیلم سازیم که همیشه به آسانی شرح داده نشود، همیشه به آسانی فهمیده نشود، هرچند به آسانی تماشا کرده می شود، با یک شوق، با یک خوشنودی تماشا کرده می شود، اما وقتی تحلیل میکنید یعنی پشتی کاسه نیم کاسه های زیاد دارد، یعنی میلیون چیزهای دارد که ما بسیار میخواهیم که این چیزهای خودی تماشابین ها کشف کنند، پیدا کنند و تحلیل کنند، اطرافش صحبت کنند. فرو جان، بیا درباره تیم گپ میزنیم. کیها در تیم بودند، کیها کار کردند؟ در تیم بسیار بچه هایی که من فکر میکنم چه فکر گویم که دوستای خودم همشان تعریف نکنم، اما بسیار بچه هایی بودند که یکی از بهترین ها، قوی ترین های همین سینماگرای همین کشور بودند. خاص دلاشوب عارف زاده بودند که چندین فیلم های خیلی مشهور شده کشور را پرودوسری کردند و امیدوارم که تماشابینا میشناسند. و یک چند هنرمندهای تئاتر کانیوادام که هرچند که آنها طول چندین سالها 10 ساله ها هست که در سینما کار میکنند، هرچند که آنها اونقدر سخت مشهور نشدن مثل موگامبا و این چیزا، اما اینها این هنرمندای خیلی قوی اند که اینها تمام عمرشون در تئاتر گذراندند و همین هنر، همین کاری خودشون بسیار خوب به انجام رسانده میتوانند. همچنین یکی از فیلمبردارهای ما، یکی از فیلمبردارهای بسیار جوان و بسیار با هنر افغانستان، ذبیح الله سیف عسکری بودند که بسیار تجربه زیاد دارند در این کار و خدا رو شکر که مثلا با بودن همین بچه ها، هر یک تایی همین بچه ها چیزن در این کار یک گوهری هستند که در یک جایگی اینها یک چیزی بسیار خوب ساختند. و همچنین میتونم قید کنم در آهنگساز فیلم حسین عزت‌الله هستند. شاید آن کس را در کشور کم میشناسند، اما این نفر شاگرد، یکی از وفادارترین شاگردای استاد دلیر نظرف هستند و در چندین فیلم ها همراهی دلیر نظرف در چندین فیلم های تاجیکی و ایرانی کار کردند و تجربه زیاد دارند و حالا برای فیلم خانه بسیار موسیقی ها، آهنگ های بسیار چقور و بسیار زیبا و
دلنشین ساخته شدن. تشکر. دوستان عزیز، حالا یک نوار آماده شده است که از پسی فیلم خانه به شما نقل میکند. این نوار رو حالا همجوری تماشا میکنیم. مرحمت تماشا کنید و همگی پس از چند دقیقه باز برمیگردیم و پیرامون فیلم خانه، پیرامون این سلسله فیلم با شما صحبت خواهیم داشت. راست راست. Aktörü holla da durun ayvalı. Derin nasıl? کارگردان دوم 5 سال خوندم 5 سال برای انیمه داشتم. هم موضوعی که قینش آمد نبود. آفتاب مایمون برای کار کجا میری؟ درود به شما دوستان عزیز. اگر این ویدیو به شما پسند آمد و شما میخواهید که آن را آدمان بیشتر ببینند و همچنین برای پیشبرد فعالیت کینوخانه میخواهید سهم گذارید، لطفاً لایک مانید و کامنت نویسید. الگوریتم یوتیوب همیشه کار میکند، یعنی هر چقدر لایک و کامنت زیاد باشد همانقدر آدمان بیشتر این ویدیو را تماشا میکنند. به این واسطه شما هم توجه خود را نسبت کاری ما ابراز می‌دارید و هم برای رشد سینمایی ملی سهم می‌گذارید. تشکر که با ما هستید. دیگر نمی‌دونم که یک دوری موج بزنیم افتادیم. یکمی بار کارگردان خودش فیلمش خلال رسوند داشت. نه گویید من زور بود. من زور بود و هم که زور بود که من فقط کنه نیستم. کام
Hamma farog'ati bo'sh bo'ladi. Stop. Niyate. Stop, бача, stop, hamma stop. Technology, прием. دوستان عزیز نوروزتان مبارک باشد. برنامه سلام نوروز ادامه دارد و چنانکه که در آغاز گفتیم امروز حالا ما با کارگردان و هنرمند سینما و تئاتر فرهاد غفورپور صحبت کرده ایستادیم پیرامون فیلم سلسله فیلم خانه و در ادامه صحبت من میخوام پرسم که عموما ثبت فیلم امروز اگر بینیم در شبکه‌های اجتماعی خاصه در یوتیوب در خارج از فیلم های گوناگون خیلی زیاد میکنند و چرا در ما یعنی در تاجیکستان یا اینکه گویم در کینوخانه که چندین وقت این جانب ترغیب می شود رکلام می شود که به نزدیکی فیلم سلسله فیلم خانه گذاشته می شود لیکن نمی توانیم در مدت کوتاه فیلم ثبت کنیم و آن رو زود در اینترنت مونیم زیرا امروز تماشابین امروز اون که کانتنت تماشا میکند کانتنت ویدیو از یوتیوب و خود یوتیوب نیز همین گونه طلبات رو دارد که باید در وقتی کوتاه هر هفته یک تا یا حداقل هر ماه یک سلسله فیلم ثبت شود آن رو در اینترنت گذارند. یعنی چی مشکل است اینجا؟ این سوال بسیار آدما میگن که برای چی اینقدر شما فیلماتون دیر میبرد؟ مقایسه میکنن فلانه ها زود میبرن شما دیر میبردن. ما درباره ما نمیدونیم دیگرها چیکار میکنن اما ما همینش میدونم که ما همراه بچه ها در یک ساعت یا در یک شب یک سناریو نمی نویسیم در 2 روز برآمده یک سری ثبت نمی کنیم یا در یک ابیکت 2 نفر استوده 3 ساعت گپ زده این خیلی فیلم یعنی ما اول اینکه ما کار نمی کنیم که خود ما از وی ناراضی باشیم و دوم تلاش میکنیم که ما تماشابین فریب نکنیم یعنی تلاش میکنیم یه چیزی نقص سازیم و چیزی نقص وقت میخواهد و این معنی اون رو دارد که یعنی هر یک سلسله فیلم که مثلا هر یک قسمی همین فیلم خانه یک مانند یک فیلم کلان هنری است. بله. یعنی در این فیلم همان صحنه ها بحث ها دینامیکا و یعنی از آغاز دارد انجام دارد و حادثه به اوجش میرسد یعنی هر یک قسمش همین گونه یک فیلمی عیناً همین خیلی است. همین حاضر سینماگرای آمریکا سطح سریال بچونان سطحش بالا بردن که اکنون دیگر یا باید یگان کار درست کنی یا باید نکنی و ما هم تلاش کردیم که حداقل یک کاری کنیم که حداقل خودمون شر نکنیم و عیناً همیشه هر یک سریش مثل یک فیلم مهنتش کارش سطحش مضمونش مندرجش همش مثل یک فیلم است و این فیلم خانه برای پیچت کرده برآوردن برای یک فابریکه وای میکنه که این خیلی چیز نیست یعنی کینوخانه این یک دیگر کانتنت است. کینوخانه یک کانتنت که اونجا فیلم های نسبتا خوب فیلم های پرمضمون فیلم هایی که سطحش به حرفوی یعنی این چیزهای پیشنهاد میکند کینوخانه و از همین نگاه یکی از پرابلم های کلان ما این است که ما چی نداریم کادرها نداریم و ما بسیار آدمای کم هستیم ما باید 4 کس یا 5 کس کاری 20 کس باید کنیم و برای همین برای ما وقت زیادتر لازم میشه. تشکر. بیاید در مورد همین میدانی اینترنتی با نام کینوخانه یعنی یوتیوب کانالی کینوخانه چند حرف میزنیم. یعنی شما گفتید که یک جای خوب است یک میدانی است که اونجا چیزهای خوب گذاشته می شود. خب این پلتفرم یا این کینوتئاتر گویم
онлайн контент кинотеатр ютуб кинохона чӣ ҳадафҳо дорад ба ҷуз оне ки масалан чизҳои хубе он ҷо гузошта мешавад сериалҳо филмҳои хубе сабт карда мешавад бояд бигӯем эътироф кард бояд ҳамин 2 рӯзи наврӯз санаи 21 ва 22 ҳам 3 филми кӯтоҳи ҳамин кинохонаро мо тавассути телевизиони танин гузоштем ҷо-ҷое ки имконият буд онро гузоштем то ин ки мардум тамошо кунанд ва воқеан як наворҳои хеле хубе ҳаст ки барои тамошобин панд медиҳад мо ҳадафашро фаҳмидем лекин чӣ ҳадаф боз чӣ мақсад дорад барои ба оянда он нафароне ки умед мекунанд ва мехоҳанд чизҳои хуберо интизор бошанд ташаккур чӣ майдоне ҳаст дар ютуб контентҳо каналҳо бисёранд хоса контентҳое ки филм пешниҳод мекунанд ва хоса филмҳои тоҷикӣ пешниҳод мекунанд ва оза ман талош мекунам як чанд сабабое гӯям ки чаро бояд ба кинохона ҳамванд шавем подписатсия кунем чаро бояд ба кинохона худомо чӣ кунем пайваст кунем тими кинохона талош мекунад якчанд вайҳо дорад талаботҳо барои худаш дорад талош мекунад чизҳои хуб пурмазмун пешниҳод кунад ҳам аз ҳама тарафа ҳам аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ҳам аз ҷиҳати сабт ҳам аз ҷиҳати тадвину садову ҳама чиз яъне сифати маҳсулот бояд хуб бошад ва дуюмин чизе ки мо талош мекунем ҳамеша як контенте бошем ки таҳрикдиҳанда мотиватсия метиҳад ба тамошобин мотиватсия ба зиндагии хуб ба рӯзи нағз ба шукуфтан ба зиндагии сабз ва сеюмин чизе ки мо талош мекунем дар ваямо барои контента мо мехоҳем чизҳои тоҷикӣ умуман забони тоҷикӣ фарҳанги тоҷикӣ одатҳои тоҷикӣ ҳамаи намуди ҳамаи арзишҳои миллии тоҷикиро таблиғ кунем инъикос кунем ва ман фикр мекунам дар замони имрӯз ин бисёр муҳим аст барои он ки бисёр аз ҳамватанои мо дар кишварҳои хориҷа зиндагӣ мекунанд ва кӯдакҳои онҳо фарзандои онҳо дигар бо забони русиву инглисӣ суҳбат мекунанд ва шояд пас аз чанд сол дигар вайҳо бо забони тоҷикӣ суҳбат намекунанд ва ин яке аз ҷойҳое хоҳад буд ки мо агар гоҳ-гоҳ даромада чизҳое тамошо кунем мо ёдамон намерад ки мо тоҷик ҳастем ва тоҷикҳо чӣ хел зиндагӣ мекунанд чӣ хел одатҳо доранд ман хеле хушнуд шудам медонед аз чи аз он ки ин тим яъне тими кинохона ки дар ютуб канал фаъол аст дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳо дорад на танҳо барои пешбурди санъати миллии тоҷик дар дохили кишвар балки андешаи онро дорад ки тоҷикони бурунмарзӣ низ аз он манфиат бигиранд рушд кунанд ва як забони хуби тоҷикӣ дошта бошанд аз одатҳои миллӣ огоҳ бошанд бароятон сипос барои тим сипос барои гурӯҳи кинохона сипос дӯстони азиз аз ин фурсат истифода бурда бояд бигӯем ки ба ютуб канали кинохона ҳамванд шавед яъне подписатсия кунед аз он ҷо шумо беҳтарин чизҳоро барои худатон хоҳед гирифт хуб фаруҷон биёед дар интиҳо паёми шодбошии хешро барои тамошобинон барои кулли ҳамватанон барои он нафароне ки наврӯзро ин наврӯзи оламафрӯзро таҷлил мекунанд бирасонед ва агар ягон ҳарфе дошта бошед марҳамат шумо лаҳзаи шумо аст фурсати шумо аст марҳамат хуб ташаккур пеш аз ҳама мехоҳам тамоми ҳамватанон тамоми тамошобиное ки ҳамин ҳоло моя тамошо карда истоданд бо наврӯзашон табрик кунам худоро шукр ки ба ҳамин рӯз расидем ва ҳамин лаҳза ҳастем ҳанӯз худоро шукр ва ҳанӯз барои хурсанд будан барои хушбахт будан миллион сабаб дорем ва имрӯз рӯзе ҳаст ки мо бояд хурсанд бошем хушбахт бошем ва ман таманно мекунам ки ҳамаи рӯзи мо ҳамихел мисли наврӯз бошад ҳар як рӯзи мо нав бошад барои мо барои ҳама мо ва
بسیار تشکر میکنم از همه اون دوستان، رفیقان، هنرمندان، فیلمسازانی که به هر یک نفری که سهم خود را در ساخته شدن فیلم خانه گذاشت و هنوزم گذاشته ایستاده است. تشکر میکنم از هر یکشان که بودند و ما از همونا بودند که همین سریال خانه همین خیلی شده ایستاده است که شده ایستاده است و من خیلی امیدوار که بسیار یک چیز خوب شده ایستاده است. دوستان عزیز، اینجا گفتن تیم باید بگویم که این از 20-25 نفر زیاد، یعنی بچه هایی که شب و روز کار میکنند، چون ما در ساحه سینما هستیم، تو جای آگاه هستیم، میدونیم و یعنی اگر حرف به حرف همه آنها رو نام به نام بگوییم شاید که بعضا شخصان از خاطر رود، یعنی در این فرصت به همشون میخواید که سپاس بگویید. بله، و همچنین میخوام به تماشابینا سپاس گویم که خیریتی هستند، همینا هستند که ما الهام میگیریم و ما یک کار میکنیم و هر کاری که میکنیم ما برای شما میکنیم و خیریت که هستید، تشکر که هستید و باشید، همیشه زنده و سلامت باشید، خوشحال باشید. تشکر. دوستان عزیز، ما یک صحبت خیلی کوتاه پیرامون فیلم خانه با کارگردانی همین سلسله فیلم فرهاد جان غفورپور صحبت داشتیم. باید بگویم که اون فیلم های کوتاهی که شما دیروز و امروز تماشا کردید، نفس تقدیرساز، کیبر محبت و یکی نگفته ها، باغبان، فیلم باغبان، یعنی 4 فیلم که ما در جایهای لازمه گذاشتیم. کارگردان فرهاد غفورپور هستند. برای شما سپاس میگوییم که اومدید و با ما پیرامون فیلم خانه صحبت کردید. و بیایید یک سوال کوتاه و یک جواب کوتاه. فیلم خانه کی به اینترنت، کی به یوتیوب میبراید؟ خدا خواهد اگر به اهل تیم ما قوه و الهام و انرژیشان کمی نکند، بسندگی کند، همین مای در کینوخانه خانه را انتظار باشید. یعنی مای سال 2023. درود به شما دوستان عزیز. اگر این ویدیو به شما پسند آمد و شما میخواهید که آن را آدمان بیشتر ببینند و همچنین برای پیشبرد فعالیت کینوخانه میخواهید سهم گذارید، لطفاً لایک مانید و کامنت نویسید. الگوریتم یوتیوب همیشه کار میکند، یعنی هر چقدر لایک و کامنت زیاد باشد همانقدر آدمان بیشتر این ویدیو را تماشا میکنند. به این واسطه شما هم توجه خود را نسبت کاری ما ابراز می‌دارید و هم برای رشد سینمایی ملی سهم می‌گذارید. تشکر که با ما هستید. یعنی مای سال 2023 فیلم خانه در یوتیوب کانال کینوخانه پخش می شود. انتظار باشید و البته کینوخانه را پیگیری کنید. دوستان عزیز، در این لحظه در همین فرصت ما نشر نوبتی سلام نوروز رو به انجام میرسانیم. باز ساعت 18:00 ما رو انتظار باشید. باز با یک مهمان و باز با یک موضوع جالب با شما صحبت خواهیم کرد. خیر.